خاک شیر رو هیچ وقت به تنهایی استفاده نکن. خاک شیر رو با این دانه فوق‌العاده استفاده کن تا خواصش چند برابر بشه. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش و مثل همیشه لایک فراموش نشه. به مقدار مساوی خاک شیر و دانه چیا رو می‌ریزین داخل آب ولر. مقداری عسل و آب لیمو بهش اضافه می‌کنید. به مدت 1 ماه هر روز از این ترکیب فوق‌العاده استفاده می‌کنید. تأثیرات مثبتی که روی بدنتون میذاره به این شکل است. توی هفته اول میاد روی سیستم گوارشتون تأثیر میذاره. به بهبود گوارشتون کمک میکنه. یبوستتون رو به صورت کامل برطرف میکنه. افرادی که دفع ناقصی دارن یا باد شکم دارن، همیشه نفت دارن، این موضوع رو کاملا برطرف میکنه. توی هفته دوم به سلامت استخوان‌ها کمک خیلی زیادی میکنه. توی هفته سوم بدن شروع میکنه به پاکسازی شدن، سموم بدن دفع میشه و توی هفته چهارم کبد و کلیه پاکسازی میشه. همینطور افرادی که درگیر اضافه وزن شدید هستن توصیه میکنم حتما از ترکیب دانه چیا و خاک شیر استفاده کنن. قطع به یقین کاهش وزن رو میبینن. اگه از این ویدیو راضی بودی حتما لایک کن. نحوه مصرف و زبان مصرفش رو براتون به صورت مفصل داخل دایرکتتون ارسال میکنم. فقط باید پیج فالو داشته باشین و کلمه خاک شیر رو کامنت کنین. سریعا بری دایرکت رو چک کنی برات ارسال شده. این ویدیو رو بفرست برای عزیزان تا اونا هم استفاده کنن.